من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الموحدين نبينا محمد صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در هشتمین حلقه از کتاب الابانة الصغرى امام ابن بطه رحمه الله تعالی هستیم. دوستای عزیز، تا اثر یا حدیث 38 خواندیم. حدیثی را که امروز آغاز میکنیم و چند حدیث را میخوانیم انشاءالله، از حدیث نمبر 39 است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: الله فی اصحابی، متوجه اصحاب ما باشین. لا تتخذوهم غرضا بعدی، بعد از ما اونها را که از هدفتان قرار نتین که با آنها که زبانتان باز بکنین یا چیزی در مقابلشان بنویسین، چیزی در مقابلشان بگین. آنها را هدفتان قرار نتین. اگه کسی آنها را دوست داشت، به دوست داشتن ما آنها را دوست گرفتگی است که ما او را دوست دارم. و من ابغضهم فببغض ابغضهم، کسی که آنها را دشمن میبینه با آنها بغض میکنه گویا که با من بغض کردگی است. و من آذاهم فقد آذانی، کسی که صحابه مرا اذیت میکنه مرا اذیت کردگی است. و من آذانی فقد آذى الله، و کسی که مرا اذیت میکنه الله سبحانه و تعالی را اذیت کردگی است. و کسی که الله سبحانه و تعالی را اذیت بکنه امکان میره که الله سبحانه و تعالی او را بگیره، او را مؤاخذه بکنه، عذاب بده الله تعالی او را. حدیثی است که امام احمد و ترمذی روایت کردن، لیکن حدیث غریب می باشه. معنای صحیح است که حدیث دیگه میایه که تایید میکنه. حالا حدیث دیگه که میخوانیم، حدیث شماره 40 میخوانیم. از رسول صلی الله علیه و سلم روایت است، فرمودن: لا تسبوا اصحابی، صحابی مرا دشنام نزنین. فوالذی نفسی بیده، قسم به ذاتی که نفس به دست او می باشه. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، اگر شما به اندازه کوه احد طلا را انفاق بکنین در راه الله، به اندازه انفاق آنها که یک مشت یا یک نیم مشت یا نصف آن برابری نداره، یعنی هیچ عملتان برابری با عمل صحابه نداره. چنانچه حدیثی که از در درس قبلی توضیح دادیم، در حدیث 41 میخوانیم که معاذ رضی الله عنه میفرماید که قال لی النبی صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم به من فرمودند: یا معاذ اطع كل امیر وصلی خلف كل امام ولا تسبن احد من اصحابی. ای معاذ، از امیرت اطاعت بکن، امیری که بر تو گذاشته شد از اطاعت بکن، پشت سر هر امام مسلمانی که باشه پشتش نماز بخوان. ولا تسبن احد من اصحابی، یکی از یاران مرا دشنام نمیزنی. و حدیث دیگه که میخوانیم در شماره 42 حدیثی است که ابن بطه رحمه الله آوردگی است، فرمود: و وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم یده علی لحیه عمر بن الخطاب رضی الله عنه ثم قال: یا عمر انا لله و انا الیه راجعون. رسول الله صلی الله علیه وسلم دستان مبارک خود بر ریش عمر بن خطاب رضی الله عنه گذاشتن، سپس برش گفتن: یا عمر انا لله و انا الیه راجعون. گفتم این آیت ترجیع می باشه، آیت تأسف. عمر رضی الله عنه گفت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فما ذاك؟ گفت: بله پدر مادرم فدای شما باشه یا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. چی گپ است یا رسول الله؟ سبحان الله. ادب و اخلاق صحابه را ببینید، در گفتارشان در ادبشان دقت بکنید، چگونه با رسول صلی الله علیه و سلم رفتار میکردند، چه قسم جواب میدادند. سبحان الله. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان جبريل علیه السلام اتانی آنفا فقال لي يا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون إن أمتك مفتونة بعدك بقلیل غیر کثیر. همان جبرئیل در نزد ما کم پیشتر آمد برایم گفت: ای محمد إنا لله و إنا إليه راجعون. او هم تأسف کرد و گفت که امت تو امتحان میشن، در فتنه ها گرفتار میشن بعد از تو و مدت بسیار کمی در فتنه ها گرفتار میشن. رسول صلی الله علیه و سلم میگن فرمودن: یا جبرئیل افتنه ضلال ام فتنه کفر، آیا فتنه گمراهی است یا فتنه کفر است؟ جبرئیل گفت: کل سیکون، کلش می باشه. فتنه گمراهی است و فتنه کفر است، از هر طرف می باشه. رسول صلی الله علیه و سلم میگن گفتم: کیف یضلون او یکفرون و انا مخلف بین اظهرهم کتاب الله، چگونه گمراه میشن یا کافر میشن در حالی که ما برایشان کتاب الله را گذاشتگی هستم. جبرائیل گفت: بکتاب الله یضلون یتأوله كل قوم على ما یهون
فیضلون به، گفت به سبب کتاب الله گمراه میشن. همین کتاب الله رو میگیرن، آیات میگیرن، چنانچه در درس قبلی هم توضیح دادم، در این درس بعضی آثار رو میخوانم. آیات میگیرن، از این آیات به این آیات میزنن، آیات به فهم خودشان، به هوای نفس خودشان ترجمه و تفسیر میکنن. یتأوله کل قوم علی ما یهون، هر قومی بر او چیزی که هوای نفسش است، بر او چیزی که تأویل میکنه، تفسیر میکنه قرآن. فیضلون به، به سبب از این گمراه میشن. سبحان الله، یک چیز واقعیت است که ما میبینیم. این فتنه های اهل بدعتی که در امت پیدا شدن، از فتنه خوارج شروع تا فتنه قدریه، جهمیه، مرجیه و سایر فتنه هایی که پیدا شدن، کلی خبثا را که ببینیم از آیات قرآن که است، آیات قرآن آوردن با فهم خودشان تعویل کردن. و در زمان ما فتنه های پیدا شده، قرآنیون که پیدا شدن فقط آیات قرآن قبول دارن، احادیث رد میکنن، بر احادیث رسول صلی الله علیه و سلم طعن میزنن، بر احادیثی که بخاری مسلم روایت کرده طعن میزنن، احادیث میگیرن با عقل خودشون قیاس میکنن، یا احادیث میگیرن با قرآن میزنن که اگر احادیث با قرآن موافق بود قبول میکنن و الا قبول نمیکنن، در حالی که تفسیر قرآن در حدیث است، تفسیر قرآن در سنت است. فهمیدن قرآن ممکن نیست تا زمانی که انسان سنت نگیره، سنت رسول صلی الله علیه و سلم و سنت ابی بکر و عمر و باقی صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. و در کتاب سنه امام خلال آورده شدگی است به سند صحیح از ابن عباس رضی الله عنهما است که میفرماید: قدم على عمر بن خطاب رضی الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال: يا امیر المؤمنین قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. ابن عباس رضی الله عنه میفرماید که در نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه مردی آمد و عمر رضی الله از مردم پرسان میکرد. او گفت که یا امیر المؤمنین، مردم که از قرآن قسم میخوانند، یعنی به فهم خودشان. ابن عباس رضی الله عنه میگه: فقلت والله ما احب ان يتسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعه. میفرماید ما گفتم که والله ما دوست ندارم که اینا این قسم در مورد قرآن که عجله بکنن، به این قسمی که فعلا عجله دارن، به این قسم دوست ندارم این عجله بکنن. میفرماید که فزبرني عمر رضی الله عنه ثم قال مه. میگه عمر رضی الله عنه در مقابل می استاد شد، بر من گفت که استاد شو، یعنی حرف نزن، تو استاد شو. ابن عباس رضی الله عنه میگه که فانطلقت الى منزلی مکتئبا حزینا. میگه من به خانه خود برگشتم ناراحت بودم از فعلی که عمر رضی الله عنه با ما کرد، چون کوچک بود، سنن کوچک بود زیاد. فبین انا كذلك اذا اتاني رجل فقال اجب امیر المؤمنین. میفرماید من به همین قسم بودم که مردی آمد و من گفت که بیا که امیر اونم کارت داره. فخرجت فاذا هو بالباب ينتظرني فاخذ بيدي فخلع به. میفرماید که من از خانه بیرون شدم، دیدم که عمر رضی دم دروازه منتظر است، از دستای ما گرفت. تواضع عمر رضی الله عنه را ببینین، امیر المؤمنین است، تواضعش ببینین. در زمان میایه که ابن عباس رضی الله عنه بسیار خرد میباشه، یعنی سنن خرد است، از 20 به پایین میباشه سنن واقعا. عمر رضی الله عنه که صحابه ای که همون وقت عمرش که از 50 بالا میباشه، زیر 60 است، میایه دم دروازه میایه که تو ناراحت شده، چرا ناراحت شده؟ بیا. فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا. عمر رضی الله عنه گفت که چرا ناپسند دیدی او چیزی را که مرد گفت. ابن عباس رضی الله عنه میگه گفتم یا امیر المؤمنین متى يتسارع هذه المسارعه يحتق ومتى ما يحتق يختصم ومتى ما يختصم يختلف ومتى ما يختلف يقتتل. میگه گفتم که ای امیر المؤمنین اینا به این شکلی که در مورد قرآن مسارعه میکنن، هر کدامش که از آیات قرآن میگیرن، دلیل میگیرن و در مورد آیات قرآن که حرف میزنن، مینا اگه به این قسم ادامه بدن هر کدامش میگه که من حق هستم، یحتق هر کدامش ادعای حق بودن میکنن، و زمانی که هر کدامش ادعای حق بودن کرد یختصم و با هم مخاصمه میکنن، جدل میکنن. زمانی که جدل کردن اختلاف میکنن، و زمانی که اختلاف کردن همدیگر میزنن، میکشن، جنگ میکنن با همدیگر. میگه عمر رضی الله عنه گفت که لله ابوک. لله ابوک یعنی کلمه مدح است، کلمه توصیف است، یعنی چه کلمه گفتی معناش است، چه سخن گفتی، سخن بسیار نیکی گفتی. و احادیث و آثاری هست که معنای حدیث کس به صحت میرسن و تایید میکنه. چرا اگر ما و شما ببینیم این فتنه هایی که در امت پیدا شد، این فتنه خوارج که در امت پیدا شد، اینا آمدن در مقابل صحابه رسول صلی الله علیه و سلم خروج کردن، خونشان حلال دانستن. و به خاطر چی بود؟ به خاطر که از هوای نفسشان پیروی کردن، آیات قرآن آوردن، به فهم خودشان، به هوای نفسشان تفسیر کردن و خون صحابه را از مباح قرار دادن. به این شکل است کسی که اگر آیات که از به فهم خودش قیاس بکنه، به فهم خودش تفسیر بکنه، به این شکل گمراهی میشه. و ما در درس قبلی هم خواندیم قصه عبدالله بن زبیر، گفتیم که میفرماید لقینی ناس من اهل العراق فخاصموني في القرآن فوالله ما استطعت بعض الرد عليهم وهبت المراجعة في القرآن فشكوت ذلك إلى أبي الزبير فقال الزبير رضي الله عنه إن القرآن قد قرأه كل قوم وتأوله على أهوائهم. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه میفرماید که مردمای از عراق آمدن با ما در مورد قرآن جدل کردن. میگه من نتونستم بعضی از سخنهای از اونها را رد بزنم. میگه مراجعه کردم با قرآن، شکایت کردم با پدرم زبیر. باز پدرم زبیر
زبیر گفت که ان القرآن قد قرأه كل قوم و تأولوه على اهوائهم. همان قرآن که از هر کس خواندگی از هر قومی خوانده و بر هر کس بر هوای نفسش تفسیر میکنه. و اخطأوا مواضعه، و در مواضع آن خطا کردن. فان رجعوا الیک فخاصمهم بسنن ابی بکر و عمر رضی الله عنهما فانهم لا يجحدون انهما اعلم بالقرآن منهم. زبیر رضی الله عنه به فرزندش عبدالله میگه که اگر اونا دوباره برگشتن با اونها کس با سنت ابوبکر و عمر کس خاصمه بکو، جدل بکو، زیرا کس اونا به این کار ندارن که ابوبکر و عمر کس از همه بیشتر به قرآن عالم بودن. اینا کسی این کار ندارن. عبدالله میگه فلما رجعوا فخاصمتموهم بسنن ابی بکر و عمر رضی الله عنهما فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا. میفرمای زمانی که اونا برگشتن با اونها کس با سنت ابوبکر و عمر کس بحث کردم، گفتگو کردم. میگه قسم به الله اونا میگه با ما ایستاد نشدن و ننشستن، نتونستن بشینن، نتونستن بحث بکنن. ما در درسای قبلی هم گفتیم که قرآن و حدیث به فعل رسول صلی الله علیه و سلم، به فعل صحابه، به فهم صحابه که است، به اقوال صحابه تفسیر میشه و عمل میشه. چه قسمی که صحابه از قرآن حدیث فهمیدن، چه قسمی که اونا عمل کردن، همه قسم عمل صورت میگیره. و در اثر 43 میخونیم حسن بصری رحمه الله گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام. مثال اصحاب ما همانند مثال نمک در طعام می باشه. سپس حسن بصری رحمه الله گفت هیهات ذهب ملح القوم. گفای دور است که نمک قوم رفتگی است. و در حدیث دیگری که بخاری روایت کرده از ابن عباس رضی الله عنهما که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خطبهشان فرمودند فإن الناس يكثرون ويقل الانصار حتی یکونوا فی الناس بمنزلة الملح فی الطعام. گفتن مردم ها زیاد شده روان هستن لیکن انصار کم میشن، یعنی انصاری که بودن آنها وفات کردن دارن کم میشن. حتی یکونوا فی الناس بمنزلة الملح فی الطعام. روزی میرسه که به منزله نمک در طعام میشوند. بعضی از احادیث که ما در اینجا میخوانیم در درس امروز میخوانیم البته این ضعیف میباشن، به مثل همین اثری که از حسن بصری رحمه الله بود، یعنی منقطع از رسول صلی الله علیه و سلم نقل کردگی است، چون حسن بصری تابعی بود، رسول الله را ندیدگی است. لیکن احادیث دیگری از مثل حدیثی که از ابن عباس خواندیم بخاری روایت کرده که رسول صلی الله علیه و سلم گفتن که انصار به منزله نمک در طعام میباشن. گفتم احادیث دیگری هست که این احادیث که از قوی میسازه، تقویت میکنه. حدیث دیگر در شماره 44 است، ابن بطه رحمه الله وردگی است، میگه و دخل صلی الله علیه و سلم المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وعمر رضي الله عنه عن يساره فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. میفرماید که رسول صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شدن، در طرف راستشان ابوبکر رضی الله عنه بود و در طرف چپشان عمر رضی الله عنه بود و گفتن هكذا نبعث يوم القيامة. گفتن در روز قیامت همه قسم برانگیخته میشیم و هكذا ندخل الجنة و همه قسم در بهشت داخل میشیم. الله اکبر، الله اکبر. حدیثی است که ترمذی و ابن ابی عاصم در کتاب السنه و عبدالله در زوائد فضائل الصحابه و آجری در کتاب الشریعه از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده است. و حدیث دیگری است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من نبی الا وله وزیران من اهل السماء و وزیران من اهل الارض. نبی نیست که مگر دو وزیر دارن از اهل آسمان و دو وزیر دارن از اهل زمین. فاما وزیرای من اهل السماء فجبریل و میکائیل. وزیرای از اهل آسمان جبرائیل و میکائیل هستند. و اما وزیرای من اهل الارض فابو بکر و عمر رضی الله عنهما. اما وزیرای از اهل زمین ابوبکر و عمر است رضی الله عنهما. حدیث ترمذی و امام احمد در فضائل الصحابه و آجری در کتاب الشریعه روایت کرده و ترمذی میگه که حدیث حسن غریب است. امام آجری در کتاب الشریعه باب را گذاشته است، در اونجا میگه باب اخبار النبی صلی الله علیه و سلم ان ابا بکر و عمر وزیراه و امیناه من اهل الارض. باب در بیان است که رسول صلی الله علیه و سلم خبر دادن که ابوبکر و عمر وزیرانشان و امینشان در روی زمین هستند. و در حدیث دیگری که ابن بطه رحمه الله در شماره 46 آورده رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تستقر محبة الاربعه الا في قلب مؤمن تقی ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین. محبت چهار شخص در قلب کسی داخل نمیشه مگر که در قلب مؤمن باشه، مؤمن پرهیزگار باشه، که کی است؟ ابی بکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم است. این حدیثی که از آجری در کتاب الشریعه و لالکایی در اصول السنه و ابو نعیم در فضائل الخلفاء از عطاء الخراسانی از ابی هریره مرفوع روایت کرده است. در کتاب الشریعه امام آجری انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید که دمای میگن که حب عثمان و علی از در قلب یک مؤمن جمع نمیشه، یعنی کسایی پیدا شده بودن که بین عثمان و علی رضی الله عنهما که تفرقه می آوردن، میگفتن که فرق میارن. انس رضی الله عنه گفت کذبوا، دروغ گفتن. قد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في قلوبنا. الله سبحانه و تعالی حب آنها را از در قلب ما جای داده است. و ابو شهاب الزهری
جوری میگه لا یجتمع حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم الا فی قلوب اتقیاء هذه الامه. حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم در قلب کسی جمع نمیشه مگر که در قلب انسان‌های متقی امت جمع میشه. و آجوری رحمه الله در کتاب الشریعه باب را گذاشتگی است که میگه باب ذکر ثبوت محبت ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم فی قلوب المؤمنین. باز میگه که فی وجوب محبتهم، واجب است که اونها را باید دوست داشته باشیم. کسی که با اونها بغض بکنه یا با اونها عیب بتراشه یا یک چیزی بگه که با اونها طعن وارد بکنه، انسان که از اسلام خارج میشه. و در حدیث دیگری که ابن بطال رحمه الله وردگی است، رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والصيام والحج فمن أبغض واحد منهم أدخله الله النار. همانا الله سبحانه وتعالى بر شما فرض قرار دادگی است محبت ابی بکر و عمر و عثمان و علی را، چنانچه بر شما فرض قرار دادگی است نماز و زکات و روزه و حج را. هر کس با یکی از اینها کس بغض بکنه الله سبحانه وتعالى وارد آتش میسازه. حدیث ضعیف است، حدیث به همین شکلی که آمدگی ضعیف است، لیکن حدیث دیگه است که ما خواندیم رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن من سب اصحابی فعليه لعنت الله. کسی که صحابی مرا دشنام میزنه لعنت الله بر او باشه. و آجوری رحمه الله در کتاب الشریعه میگه باب ذکر اللعنه علی من سب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، باب است در بیان لعنت فرستادن بر کسی که صحابی رسول صلی الله علیه و سلم دشنام بزنه. باز میفرماید لقد خاب و خسر من سب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، همانا خار و ذلیل شده است کسی که صحابی رسول صلی الله علیه و سلم دشنام بزنه، لانه خالف الله و رسوله ولحقته اللعنه من الله عز وجل و من رسوله و من الملائکه و من جمیع المؤمنین. بخاطر که با الله و رسولش مخالفت کرده و لعنت از طرف الله و رسول و ملائکه و جمیع مؤمنین بر او رسیدگی است، ملحق شدگی است. ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فریضه ولا تطوعا. و الله سبحانه و تعالی از او هیچ عملی را، هیچ فرض و هیچ نافله را از او قبول نمیکنه. و هو ذلیل فی الدنیا وضیع القدر کثر الله بهم القبور و اخلى منهم الدور. میفرماید که ذلیل میباشه در دنیا، قدری نداره در بین مؤمنین. الله تعالی میگه قبر از اینا رو زیاد بکنه، اینا رو هلاک بکنه و اخلى منهم الدور و جامعه را که از اینا خالی بسازه. حدیث دیگری که از رسول صلی الله علیه و سلم نقل است که گفته شده لا تسبوا اصحابی، صحابی مرا دشنام نزنین، فانه یجیء قوم فی آخر الزمان یسبون اصحابی، همانا قوم میآیند در آخر زمان که صحابی مرا دشنام میزنن، فلا تصلوا علیهم، بر آنها نماز نخوانین، ولا تصلوا معهم، با آنها نماز نخوانین، ولا تناکحوهم، با آنها نکاح نکنین، ولا تجالسوهم، با آنها ننشینید، و ان مرضوا فلا تعودوهم، اگر مریض شدن به عیادتشان نرین. چون در حدیث دیگه اومده که رسول صلی الله علیه و سلم گفت لا تسبوا اصحابی، صحابی مرا دشنام نزنین. و کسی که صحابی رسول صلی الله علیه و سلم دشنام میزنه طبعا با اون نماز خوانده نمیشه، با اون نماز هم خوانده نمیشه و با اون نکاح هم صورت نمیگیره و ذبیحش هم خورده نمیشه، با اون نشسته هم نمیشه، مریض شد به عیادتش هم نمیره، چون کافر است، چون کافر از معامله کافر با اون میشه، بلکه بدترین معامله با اون صورت میگیره. و اثر دیگر که در شماره 50 ابن عباس رضی الله عنهما میگه لا تسبوا اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم فان الله عز وجل قد امر بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم سيقتتلون. میفرماید که شما صحابه رسول صلی الله علیه و سلم دشنام نزنین، زیرا الله سبحانه و تعالی بر شما امر کرده است که بر آنها استغفار بکنین و هو الله تعالی میدانست که بین هم جنگ میکنن. الله سبحانه و تعالی میدانست که صحابه که بین هم جنگ میکنن، جنگ بینشان صورت میگیره، چنانچه در زمان علی رضی الله عنه جنگ صورت گرفت. میگه بازم که الله سبحانه و تعالی بر تو دستور داده است که بر آنها چیکار بکنی؟ استغفار بکنی. و در حدیث 51 میخوانیم عایشه رضی الله عنها میگه امر بالاستغفار لاصحاب محمد صلی الله علیه و سلم فسبوهم. میفرماید که مردم امر شده بودن که به یاران رسول صلی الله علیه و سلم استغفار بکنن، از الله استغفار بخوان، میگه فسبوهم، لیکن اینا آمدن اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم دشنام زدن. حدیث صحیح است که مسلم روایت کرده. و در حدیث 52 میخوانیم قال ابو بکر الصدیق رضی الله عنه ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب الله ما لا اعلم. کدام آسمان مرا در سایه خود جای میته و کدام زمین مرا در روی خود جای میته، ای که ما چیزی را بگویم در کتاب الله که نمیدانم، چیزی را در مورد قول الله تعالی بگویم که نمیدانم. سعید ابن منصور در سنن خود و ابن ابی شیبه در مصنف خود و طبری در تفسیر خود آورده که میگن از ابو بکر صدیق رضی الله عنه در مورد آیه 31 سوره عبس الله تعالی گفتگی است و فاکهه و ابا. پرسیده شد که معنای از چی است؟ معنای فاکهه و ابا در اونجا بود که ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب الله ما لا اعلم. چگونه آسمان مرا در خود جای بده، در زیر خود، در سایه خود، و زمین مرا در خود در روی خود جای بده، که من در کتاب الله چیزی را بگویم که نمیدانم. گفت نمیدانم، چیزی که نمیدانست نگفت. اثر دیگری که از عمر ابن خطاب رضی الله عنه ثابت شده است که میگن در خطبه بود، داشت سخنرانی میکرد، امی آیه را تلاوت کرد و فاکهه و ابا، گفت که هذه الفاکهه
الفواکه قد عرفناها، گفت فاکهه را میدانیم که فاکهه یعنی میوه. گفت اما فمل اب، گفت اب که اینجا گفته شده چی معنا داره؟ باز عمر رضی الله عنه میگه ثم رجع الى نفسه، سپس بر نفس خود رجوع کرد. فقال لعمرك ان هذا له التکلف یا عمر، گفت ای عمر یعنی قسم به ذاتی که بر تو عمر دادگی است، گفت این یک تکلف می باشه یا عمر، چیزی که یعنی لازم نیست که بفهمی، یعنی اگر نفهمی چی چیز بر تو حاصل میشه. آیا جاهل باقی میمانی در دینت؟ نه. عمر رضی الله عنه در چیزی که نمیدانه سخن نمیزنه. سبحان الله، در چیزی که نمیدانه در مورد قرآن که سخن نمیزنه. چرا که در مورد تفسیر قرآن سخن زدن مثل ازی است که تو از طرف الله سخن میزنی. تو وقتی که آیه قرآن تفسیر میکنی منظور دی است که میگه قصد الله سبحانه و تعالی همین بودگی است. ببینیم که اینجا ابوبکر صدیق و عمر ابن خطاب که اینها دو شیخ اسلام و امامای هدایت و جانشین رسول صلی الله علیه و سلم بودن و اینا که از وزیرای رسول صلی الله علیه و سلم بودن، همیشه با رسول صلی الله علیه و سلم بودن و اینا که از عالم ترین امت بودن. بعد از رسول صلی الله علیه و سلم کسی که عالم در امت می باشه ابوبکر و عمر است و رسول صلی الله علیه و سلم گفتن که شما به سنت ابوبکر و عمر محکم بگیرین. در حدیث آمدگی است که شما سنت ابوبکر و عمر بگیرین. اما ابوبکر و عمر رضی الله عنهما جانشینان رسول صلی الله علیه و سلم اینا جرئت نمیکنن که در تفسیر آیات قرآن از فهم خودشان از رأی خودشان سخن بگویند. چطور امروز کسایی پیدا میشن که آیات قرآن که از به فهم ناقص خودشان تفسیر میکنن و این معتزله و اشاعره و باقی متکلمین گمراه که آمدن آیات صفات احادیث صفات آمدن تعویل کردن به فهم خودشان، به چیزی تعویل کردن که عقلشان قبول بکنه. العیاذ بالله. اینا چطور جرئت میکنن در حالی که ائمه سلف امامای هدایت که جانشینان رسول صلی الله علیه و سلم قسم جرأت هرگز نداشتن. و در حدیث 53 ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه السنه حبل الله المتین فمن ترکها فقد قطع حبله من الله. سنت کس ای ریسمان الله سبحانه و تعالی میباشه. حبل یعنی یک چیزی که انسان بتونه به هدف خود برسه. ای ریسمان میباشه که انسان میتونه به الله خود برسانه. فمن ترکها، کسی که سنت ترک بکنه فقط قطع حبله من الله، همان ریسمان خود از الله تعالی قطع کردگی است. اما چیزی که در بین او در بین الله سبحانه و تعالی بود او را قطع کردگی است. و بخاری در صحیح خود از ابی بکر رضی الله عنه در تمسک به سنت آوردگی است که گفت لست تارکا شیئا کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعمل به الا عملت به فانی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه ما ترک نمیکنم او کاری را که رسول صلی الله علیه و سلم کردگی است، انجام میتم عمل میکنم به اون چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم عمل کردگی است. میترسم ترک بکنم چیزی را که رسول صلی الله علیه و سلم کردگی هستند، ای که ان ازیغ، ای که گمراه شوم. و در حدیث شماره 54 عمر بن خطاب رضی الله عنه میفرماید اصحاب الرأی اعداء السنن، اهل رأی اینا دشمنای سنت هستند. اعیتهم الاحادیث ان یحفظوها، تنبلی کردن از اینکه احادیث حفظ بکنن. و تفلتت منهم فلم یعوها، احادیث ترک کردن حفظ نکردن. فقالوا بالرأی، برای خود سخن گفتن. فضلوا، خودشان گمراه شدن. و اضلوا، مردم هم گمراه کردن. این که از دارقطنی در سنن خود و لالکایی در اصول سنه و ابو اسماعیل الهروی در ذم الکلام آوردگی است. و ابن قیم در اعلام الموقعین میگه اسانید هذه الاثار عن عمر فی غایه الصحه، میگه سند آثار از عمر رضی الله عنه در بالاترین درجه صحت است. و در کتاب جامع بیان العلم از ابوبکر ابن ابی داود از نقل است میگه اهل الرأی هم اهل البدع، اهل الرأی یعنی اهل بدعت هستند. و در الرساله الواضحه از محمد ابن عبدالعزیز که متوفی 241 هجری می باشه نقل است که میگه اصحاب الرأی والقیاس فی الدین مبتدعه ضلال، اصحاب رأی اهل رأی و قیاس که در دین اینا بدعتگزارای گمراه می باشند. اصحاب رأی کی است؟ ابو حنیفه زندیق می باشند. ابو حنیفه زندیق و پیروانش و یارانش و کسانی که قیاس رأی که اینا در دین آوردگی هستند، اینا مشهور هستند در امت. در زمان خودشان به اهل رأی مشهور بودند، بعدها مشهور هستند، در کتاب ها مشهور هستند. خوارج عن ملت الامه، محمد بن عبدالعزیز میگه اینا خوارج هستند از ملت امت، یعنی از ملت اسلام خارج شدگی هستند. لان اصحاب الرأی والقياس في الدين يريدون بذلك تعطيل الكتاب والسنه وتبطيل العلم والاثر والتفرد برأيهم وقياسهم. میفرمایه که به خاطر که اهل رأی و قیاس کس اینا در دین کس رأی قیاس خود میارن و به این شکل کتاب و سنت کس تعطیل میکنن و علم و اثری که از صحابه و تابعین از اونها ماندگی است او را باطل میکنن و رأی خود میگیرن و قیاس خود میگیرن. و امام حرب الکرمانی رحمه الله در کتاب خود از سنه که در ازو اجماع را در عقیده که نقل کردگی است میاره میفرمایه اصحاب الرأی و هم مبتدعه ضلال اعداء السنه والاثر. میفرمایه که اهل رأی این بدعتگزارای گمراه میباشند، دشمنای سنت و دشمنای اثر هستند. یاران دین رأیا و قیاسا و استحسانا، اینا دین کس رأی و قیاس و نظر نیک میبینن.
ابو حنیفه میگه که دین میگه نظر نیک است. کسی که رأی خدا دادن میگه نظر نیک همین دین است میگه. و هم یخالفون الاثر، میگه نه با آثار کس با احادیثی که از صحابه و از رسول صلی الله علیه و ثابت شده مخالفت میکنن. و یبطلون الاحادیث، حدیثی که باطل میکنن. و یردون علی الرسول، و رسول صلی الله علیه و سلم رد میزنن. و یتخذون ابا حنیفه و من قال بقوله اماما یدینون بدینهم، و ابو حنیفه را کسی که به قول ابو حنیفه را بگه او را میگیرن امام میگیرن، ابو حنیفه را امام خود میگیرن، پیشوای خود میگیرن. یدینون بدینهم، بدین از خود محکم میگیرن. و یقولون بقولهم، با قول از کس عمل میکنن، قول از رو دین خود قرار میتن. فای ضلال ابین ممن قال بهذا، میگه کدام گمراهی آشکارتر از گمراهی میباشه. او کان علی مثل هذا، میگه یا مثل از باشه. یترک قول الرسول و اصحابه، که قول الرسول صلی الله علیه و سلم و یارانش ترک میکنه. و یتبع رأی ابی حنیفه و اصحابه، و از رأی ابو حنیفه و اصحابش پیروی میکنه. فکفى بهذا غیا و طغیانا و ردا، کفایت میکنه به سرکشی و گمراهی و رد ای طایفه. الله اکبر. و امی ابو حنیفه کس امام اهل رأی میباشه، رأی و قیاس کس در امت آوردگی است. امام ابن ابی شیبه در مصنف خود بابی را گذاشتگی است آنچه را که ابو حنیفه با احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم مخالفت کردگی است. در 125 موضع مخالفت ابو حنیفه را میاره که ابو حنیفه با احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم مخالفت کردگی است. و این مخالفتش این بود که از روی نادانی باشه، که احادیث بر او نرسیده باشه، بلکه دیده و دانسته مخالفت میکرد. ما در کتاب سنت 4 حلقه در مورد ابو حنیفه گذاشته بودیم، در اونجا آثار خواندیم که احادیث برش می آوردن، با ابو حنیفه حادثه پیش میکردن، لیکن احادیث با رأی و قیاس خود رد میکرد و بر عقل خودش، بر نظر خودش فیصله میکرد. و ابو حنیفه میگه که اگر ما در زمان رسول صلی الله علیه و سلم می بودم، میگه هر آیین رسول صلی الله علیه و سلم بر نظر ما، بر رأی ما و فتوای ما عمل میکردن. العیاذ بالله. آیا کفر از آشکارتر می باشه؟ آیا کدام صحابی در زمان رسول صلی الله علیه و سلم جرأت داشت که در مجلس رسول صلی الله علیه و سلم سخن بگه؟ این انسان زندیق کافر ببینین، میگه که اگر من در زمان رسول صلی الله علیه و سلم زنده می بودم، رسول الله به نظر ما، به رأی ما، به فتوای ما کس عمل میکرد و فتوا میداد. العیاذ بالله، العیاذ بالله. و امام اوزاعی رحمه الله میگه که ما به حنیفه نمیزنیم به خاطری که او نظر میده، میگه کل ما نظر میدیم، لیکن او کسی است میگه که احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم برش آورده میشه و یه حدیث صحیح رد میکنه. و امام مالک رحمه الله میفرمایه که اگر ابو حنیفه با شمشیر در مقابل امت خروج میکرد، یعنی شمشیر میگرفت امت قتل میکرد، این بهتر بود از این رأی و قیاس در دین آورد. این واقعیت گپ است. کل امت گفتگی هستن، سفیان ثوری، شافعی، مالک، عبدالله بن مبارک و باقی سلفی که بودن، کلشان گفتگی هستن که در اسلام فرزندی بدتر از ابو حنیفه به دنیا نیامدگی است. این حقیقت امر است. امروز تمام طوایف گمراهی رو که ما شما میبینیم، تمام طوایف کفر و شرک میبینیم، کلش پیروان همین انسان زندیق میباشن. و شما هیچ کتاب ائمه سلف نمیبینین که بدگویی ابو حنیفه زندیق نشده باشه. در هر کتاب ائمه سلف که در قرن دوم سوم بودن و بعدها آمدن، در هر کتاب از اونها که از میبینیم بدگویی انسان زندیق شدگی است. حتی کسایی که در منهج اهل سنت نرفتگی هستن، جهمیه که بودن و دیگه طوایفی که بودن، اینا به خاطر رأی و قیاسی که ابو حنیفه آوردگی است، ابو حنیفه را لعنت میفرستادن. ابن حزم جهمی کافر کس، حتی همون کس بر ابو حنیفه سخن میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر که ابو حنیفه که در رأی و قیاس که سخن گفتگی است و مخالف با کتاب و سنت فتوا دادگی است. از فتواهای ابو حنیفه ای است که میگه اگر کسی عمل قوم لوط علیه السلام انجام بده، یعنی فعل فاحشه مرد با مرد انجام بده، میگه که اگر روزه داشت روزهش نمیشکنه، اگر در حج بود حجش میگه میشه و حجش هم باطل نشدگی است و غسل هم برش واجب نمیشه و حد هم برش جاری نمیشه. این فتوای ابو حنیفه است. و ابو حنیفه فتوای خود میگه که اگر یک نفر بره زن کرایه بکنه برای انجام عمل زنا، کرایه بکنه برای انجام عمل زنا، میگه برای هیچ حد نیست. این فتواهای ابو حنیفه است که با رأی و قیاس خود در دین آوردگی است. و این کتاب احناف پر است از این مسائل. و این احناف که از تهمت بر ابو حنیفه وارد نکردن، بلکه او چیزی را میگن که ابو حنیفه امامشان گفتگی است. این کسی انکار کردن نمیتونه. اما متاسفانه بعد از قرن ششم، بعد از اینکه ابن تیمیه آمد و ذهبی آمد، اینا آمدن این ابو حنیفه را کس به امت کس امام جور کردن، این امام جور کردن، امام اعظم جور کردن، شیخ جور کردن. امروز حتی کسی که خود سلفی میگره، کسی که خود پیرو سنت میگره، او هم کس ابو حنیفه را امام خود میدانه، بر او ترحم میکنه و میگن که مرجئه الفقها بودگی است، در حالی که مرجئه یک مرجئه است، یک مرجئه است، اون کفار است. تمام دیگه مرجئه الفقها در امت وجود نداره. الله سبحانه و تعالی ما و شما را پیروی از سنت نصیب بکنه. الله تعالی از رأی و قیاس، از چیزی که از هوای نفس می باشه، الله تعالی ما و شما را نگاه بکنه که با هوای نفس خود در دین سخن نزنیم، بلکه سخن بزنیم که صحابه و سلف سخن گفتگی هستن. در چیز سخن بزنیم که از ما پیش ائمه امت که سخن گفتگی هستن، از پیش خود چیزی را درست نکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
حتى نسير على خطاه. هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله. هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع